با عرض سلام خدمت تک تک شما عزیزانی که همین اکنون ما را از دریچه چنل یوتیوب مرچ مساله بینده هستین. امیدوار هستم که هر کجایی که هستین خوش آرام و سربلند باشین. دوستان عزیزم، بنده محمد نعیم امینی باز هم با یکی از گزارشات خود از جمعه بازار کفتر فروشی های کوچه کافروشی کابل در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان عزیزم، برای حمایت از ما چینل ما را سابسکرایب کرده و لینک چینل ما را به دوستانتان شیر بزنید. دوستان عزیز، شما تصاویر است جمع جوش مردم و از کفترها را تماشا کنید و ما دوباره برمیگردیم. دوستان عزیزم سلام، انشالله که هر کجا که هستین خوش آرام و صحتمند باشید. دوستان عزیزم، بنده محمد نعیم امینی باز هم با یک از گزارشات خود در خدمت شما عزیزان هستم. امروز آمدیم در جمعه بازار کوچه کافروشی کابل. میخواهیم که از شوقی های کفتر یک گزارش با شما تهیه نماییم. دوست عزیزم سلام. السلام بادارم، صحت شما خوب است؟ خیرتی قربان، زنده باشی. زنده باشی. شکر الحمدلله. میشه خودت به دوستان معرفی کنید؟ اسم ما پوپل است، مشهور به پوپل سراجی، از این شهر کنون نایاول هستیم. دیگه مدت 40 سال میشه در شوق کفتر هستیم. دیگه روز جمعه آمدیم یگان کفتر کار گفتیم بخریم. کفتر خوبش خوش دارم، کفتر خراب کشیم. کفترهای خوبه. همیشه باید دانه که داد یک کفتر را که برادر میگه دل که شوق نداشت پیر است نه؟ انشالله که ما شوقی هستیم که 50 سالم رو ما 40 سال شده خدمت کفتر بودیم. الله بشک بخیر. دیگه تقریبا یک عمر نصف عمر است، نصف عمر 100 سال که شد عمر پورا میشه باز. نصف عمر 40 سال شده خدمت کفتر بودیم. الله بشک. کدام کفترها مت خوب برادر این کفترها کسی زرد شیرازی دم سفید است، سر روی خوبش داره، رنگ خوبش داره. شوقی ها دوستا میفهمن کفتر خوبش است. برادر سر نولش هم خوبش است. دیگه برادر پرکایش هم رنگ خوبش داره. زرد شیرازی دم سفید میگن ایره. ماشاءالله. باز برادر جان اونو کرد دیگه ایش کس برادر هم زرچپ تام یک بته ماست خیرت خدا را. اینی برادر جان کس زرچپ تام سفید است. این کفترهای بیای بستن خب زرچپ تام سفید که نتیغه نیشید بریده میگن ایره. متوجه هستی؟ اینی دو کفتر و بهترین کفترکا بود. با دوستان معرفی کردیم زرچپ تام سفید، سر رویش خوبش. دیگه برادر این یک جورگه کینی است. باز این یک سیاه شیرازی دم سفید است. و سیاه شیرازی را هم به بازار کنی دوستای شوقی ببینن که تو کفترها هم است. یک سن از اینیشه به نام سیاه شیرازی کلاپاتین میگن. دیسه که سوالش کنی از ایسو کلاپاتین میگن. متوجه هستی؟ بازوی طرفش کس سیاه شیرازی است. فقط دیگه ندارم ای بکش این نولش یک در سیاز دیگه خوبش است. اینی کفترکای کافروشی است. باز دیگه جمعه اگر سر خوردیم باز کفترهای خودم بود خوب کفترها براتون معرفی میکنیم انشالله. بخیر. در خانه چند دانه کفتر داری؟ در خانه خود کفتر 80 دانه داریم. 80 دانه؟ ما خدا پیدای ما کرده فقط به کفتر بودیم کفتر کلان شدیم. بی کفتر زندگی نداریم بیخی. به خاطر جالب من برات میگم، ما یک وقت مادرک مست گفت بچیم کفتر بازی را گم کو. خوب نیست. هر قدر که گفت برادر چیز باشی میگن اما کفتر باز مرا خوشم نمیاد. باز من رفتم کفترها را گم کردم. یک هفته پیر شد روز به روز پرمود شدم مثل کفتر و میگفتی مریض شده. دیگه شب برادر در خانه خواب بودیم که یک دفعه برادر خیستیم 2 بجه شب پرتو دانه بزن دیگی نمان در خواب. پس مادر بسم الله چی گفت است بچه خیستم احتمالا کفتر آورده بودم. بازونمو شب دیگه یگان سیگرت مگرت هم میزنیم، سیگرت زیاد زدم. یکم وزنم خراب شد، فشارم پایین شد. صبح پیش دکتر رفتیم. باز مادرم اولین مادری است که بچه خودگاه گفت بچه‌م برو کفتر بیار که تو به کفتر نمیتونم. باز اجازه دادیم پس رفتم کفتر آوردم. تکتازی پیر نمیشه آدم.
پیر نمیشه؟ نه من خودم همیالم سن سالم کلش اصلا فکر نمیکنی 50 سال عمر زیاد است نه مگم در قوارین نمیخوانه بسیاری میگه زیاد باشه 35 سال دیگه 50 سال هستم در 63 تولد شدم از این شهر کنی کابل ماشاءالله بسیار جوان مانده توکل به خدا من 4 بچه و 4 دختر دارم خودم ماشاءالله 2 بچه دوگانگی دارم اونجا اگه بیاریشان استاد کنی هر دویش یک رنگ است یکیش تلفن خدا گم کرده جگرخون است نامایشان بسم الله الرحمن الرحیم کریم 4 بچه ناز دارم 4 دختر ناز خداوند نگاهشان زنده باشی ما در خدمت شما هستم قربان الله قند دیگه امی شوق از دیگه خیلی راز جوانی در شوق است بیادر اگر شوق داشتی پیر نمیشی من میگم بسیاری بیادر بچه ها پشتی ما پیداش ریش برود کشید دیگر روز نیم سفید شده چی بسه والله روزگار زندگی میگه پانه سر دنیا خبر نباش میگه بیادر شیر یادم رفت چی میگه بگم شیره که تا یادت یعنی شراب تلخ برات بگویم میگه شراب تلخ نمی نوشم ولی مستانه میگردم لباس کهنه میپوشم ولی مردانه میگردم دیگه زنده باشی خوش باشی بیادر ماشاءالله خوش آرام باشی قربانت چی پیام و چی گفتنی برای مردم از ما داری برای مردم دیگه بیادر روزگار خداوند آورده شکر دهی میکشیم که حکومت خوبش امارت اسلامی آمد دوزی و گرگی و گپا گم شد فقط کار مردم الله جور کنه خداوند کار مردم جور کنه بسیار خوش هستیم از این من خودم شخصا دیگه از مردم نمیفهم من زیاد 20 سال به یاد دعا کردم خدا بیارشان یک نظام خوب است اعلانیال شوق میکنن در امارات قبلی کسر نمیموندن به شوق بودی پرانبازی بند بود اینانات مردم کابل زیادتر است فهمیدی ما از مشار کون هستم پدر پدرکارم کفتر باز تیر شده دیگه اینمی کفتر است که ما زنده هستیم میگه تو الله خوب راز از دیگه هر کس می راز شروع کنه دیگه خوب جوان میره والا دیگه اومدشم که میمونن یعنی من که پیسه را خوش ندارم بدم پیسه بعض از ها که پیسه دوست میباشه مرا بدم هیچ خوش ندارم پیسه را تو اولین نفری هستی که پیسه را آهای خود جالبی مده نمیستی اینمی یکی از ویژگی های من جالب شده فهمیدی من پیسه را خوش ندارم بعض مردم به خاطر پیسه بسیار میتپه اما ما پیسه را خوش نداریم همیشه فقط به خاطر همی میگیم به خاطر همی یا 5000 کفتر میخریم 5000 10000 میریم در ما میلایش میتیم چوریش میکنیم میره که رب میگیم بلا را پسش بلا سر میزن پس را گیر نمیتونی نه میگره شریف ما کفتر باز دیگه میره میگه 10000 بده 5000 خریده باشه میگه 10000 و دسته که خوشم نه بردیم برای 20 تا تو پیسه را زیر نشان داده گفتم بیا نه گفت 5000 10 تا 500 بیا بگی ترسیده که ورا کتم جنگ میکنن آورده شوق بسیار سر از این نفرها کشته شده سر از یک جوان زدن والا خوب جوان بود در شارگش زد در سال 68 بود دمی کوچش سراجی یک بچه قنداری زدن در شارگش سر کفتر بسیار یک شوق دلبر از دیگه خوش آرام باشه قربان الله ما در خدمت کدام نوشابه چیزی بگویم قربان خوش آرام باشه خوش باشین همیشه سلامت باشه میگه چرا غم میخوری از بر مردن مگر آنان که مردن غم نخوردن برو از گوشه قبرستان نظر کن ببین آنان که مردن با خود چی بردن ما چی را ببریم بیادر زنده باشی بیادر تشکر از شما از تلویزیون نظر شکستیم شما موفق کامگار باشین همیشه
داشته باشین. سلام لالای خان. خوب است ان شاء الله. بخیر است. خوبه. شکر. میشه خودت به دوستا معرفی کنی؟ سلام دوستای عزیز، خوب هستی؟ بخیر. اینجا زابیست مسئله زمخان آمدیم. اینجا آمدیم لالا برای لالا فارو کرد. یک 5 دقیقه کفترا را گفت تشریف به ما آوردیم. ماشاءالله. چند رقم کفتر داریم؟ خوب کفترهای مقبول کن بگش به دوستا و تشریف. کفترها رقم بیاد جان میگه. نه کدامشان که میبینید دیگه خودشان میگه. تصویر پایتین است، سرخسینه است، زرچپ است، زار است، سیاه مینا است، سرخ شیرازی است، زرد شیرازی است، سیاه عراقی، زرد عراقی است، سیاه پایتین است، زردگل است، سیاه چپ گلدان است. هر کدامش دیگه کفترها دیگه. همین شیرازیش بکش که به دوستا به معرفی بگیریم. سیاه چپ گلدان این سیاه چپ دنگای اندریگر است که نو پرکاش کرد و نفسیش کرده. نه این پنه بول دیگه جوی پاک صفا سیده. این کفتر است، گلچین است، همیساز میکی در صف شما میستد. قلشان پاک یکم داره گرنه گلچین است. قیمت از چنده؟ قیمت از این یار 3000. 3000 بله. حالا بیس خوب مقبول کفتر دیگه کدام بکش؟ اون امریه. امری بالا را، امری با اون بالا را. نیست روشن دم رنگ است. نه بالا کنه خدا کنده کنده کردن. یه خط بیبان لگنه. یه دن سایه شو که تو پاک تخواست دم تو. نه گلچین هم تو. تاس شما زده. یک 2,500 برای شما. 2,500 بله. ماشاءالله. یک کدام کفترها خوب مقبول. کلون دیگه جنگی کفتر دیگه. برای شما تقدیم است. این هم امری قندوری گل است. امری قندوری گل است بله. این بدر. بوانه کفتر نه دیگه. معرفه بالا خدا تیار کرده. دیگه خوب آمد تو بدن شما دیگه. هر کدام تقدیم شما باشه دیگه. کدام کفترها باز آمد خوب قیمت بالا داره. خوب مقبوله. کفتر خوب قیمت بالا داره چپ است. سلام علیکم. سلام احترامات. خوب هستید؟ صحتمند بخیر هستید ان شاء الله. فضل خداوند. بخیر تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. صاحب میشه خودت به دوستا معرفی کنید؟ آمده هستم. یکی از شهروندان شهر کابل. ناینو خانه ماست. دیگه از شهر کابل هستیم. اینجا کار میکنیم. این برادر کلال ما هم استاد ما دیگه چیپس برگر در بازار هستیم. دان کوچیک و فروشی است.
روز جمعه دیگه نیم بازار است شکر هر چیز از سر رقم پرنده با واسه اینجا دوستا میان فامیلی خرید فروش میکنن دیگه مقصد مردم افغانستان است به رقم به رقم روزگار بیچاره بره ماشاءالله حاجی چقدر وقت میشه خودت تمیز کار میکنی از خودم خود یک دو هفته میشه برادرم یک دو سال بوده که است دیگه ما قبلا خودم دیگه وظیفه داشتم او کمی مردم از ایران رد مرد شد از او وظیفه چون دیگه کس آمد باشه ما اینجا آمدیم شهر از دیگه بله سر دیگه زندگی است بازم شکر است که می جان ما جور است فامیلی همین امت بکنیم کار میکنیم همین دیگه کلان یک نعمت است قربانت بالکل انسان کار که تو عظمتش است مرد به میز که زحمت بکشه بره ماشاءالله آقای سابقا چطور از فروشات در دو هفته گفتی خودت آمده همینجا شکر از روز جمعه گذشته خوب است می باشه کم بازار باز دیگه روزا دیگه سبکتر است مقصد روزگار میچله دیگه اینجا دو فامیل تقریبا 3 فامیل هستیم از اینجا یک لقمه روزی حلال پیدا میکنیم دیگه شکر میکشیم توکل به خدا افتخار میکنیم بازم همین کار رو میکنیم افتخار است صاحب دیگه کمی خود سرپای خود استاد هستی یک منبع درآمد داری قربانت خدا کمت نکنه بخیر است شکر الحمدلله بشینین چیش جا دارید بشینید که بر شما آماده کنیم قربانت صاحب جان جورید بکار دیدارت نصیب ما شد دیگه قربانت ما در خدمت بیادرم قربانت برگرا از چند از 10 تا 20 30 40 چون مردم بیچاره از غریب واسه اینجا طفلا زیادتر میان پلاستیک فروش است دیگه و فروش است نان فروش است هم در پرم یک برگر جور که برش جور میکنه می استاد و بعد لالای کلان ما جور میکنه دیگه مشکل نداره میگه خیر است بیچاره سال آمده به امید گرچه با در پیش پوجا نمیشه هیچ چیزش نه روغن است هیچ چیپس است گاز است نان است پلاستیک است اخبار است هیچ چیزش پوجا نمیشه و یک رپون بالا ما شکر میکشیم یک برگر در پیگی دیگه چاره چیز چطور کنیم اما که یکش کم یک هموطن ما سیر میشه کل چیز است بله سر خداوند خیر نصیبتون کنه قربانت خداوند برکت بده در کار و بار کلگی در ما شما دیگه اینی کار است چطور کنیم دیگه الله صاحب دیگه امید شرایط از دیگه بله سر خودت صاحب درس خوندی تحصیلات فنون مکتب خوندیم دیگه وظیفه دولتی هم داشتم ملکی بودم بعد از وظیفه شخصی داشتم خودم آشپز هستم حالا خوب صحیح دیگه تقریبا تا 20 نفر در دفترها آشپزی کردیم یکی دفترهای احسان عزیزی بود شرکت ساختمانی احسان عزیزی بود کار کردیم دیگه مرجع دولتیش نام نمیگیریم ماشاءالله صحیح دقیقاً جواب ماشاءالله کار کردی حالا دیگه چطور دیگه خود دیگه حالا آمده دیگه شرایط آمده دیگه چطور زندگی دیگه بله سر آشا چی خاطره از زندگی همه تو خاطرات زیاد از خوب و خراب هم از دیگه خوبش برات بگویم خرابش بگویم فقط خاطرای بد هیچ وقت یاد نمیکنه که تازه میشه بس خاطرای خوبی نمیست که دیگه یعنی وطن ما یک حکومت میاد دیگه حکومت میاد خوش میباشیم باش کدامش خوبتر میشه بر ما فهمیدی اما هر کدام حکومت خرابتر شده بهتر نه این هم خوب از هم خراب پیدا بر شما گفتم دیگه چطور کنیم فهمیدی سر بله سن چند ساله است؟ سنم 37 ساله است 37 ساله است ماشاءالله بسیار جوان ماندی والا بعض دوستان میبینه میگن ریش سفید شده اما بازم روزگار است دیگه سفید ساخته اگر نه به سن سال دیگه ریش سفید نباید داشته باشه خوب خیلی دیگه شکر است 1000 بار راجی صاحب یک گپ است میگه بادی را چی میکنی کاش بله قربانت بله دل ما شما زنده باشه دل ما شما زنده باشه قربانت صاحب چی پیام چی گفتنی داری کمره نگاه در خدمت من پیام دارم دوستا که باید دست هموطن بگیرن هر کس که باشه اگر ما هستیم همینجا کار میکنیم یک آدم اگر آمد در پره بتیم باید در پره بتیم هر اون کسی که در روی بازار است صدای من میشنوه مردم شاید 80%ش در اقتصاد مواجه باشه از اقتصاد ضعیف باشه دیگه این پیام از برشان که دست هم شهریان خود بگیرن چرا ما شما برادر هستیم کلگی این مهم نیست از این ولایت هستیم یا از این ولایت از این زبان هستیم یا از زبان اقوام این مهم نیست فقط دست یکی دیگر بگیریم اون بهتر است هر اون کسی که باشه صدای ما رو بشنون دیگه این کار خوب است به نظر من ماشاءالله وقت خوش براتون دوستا دیگه ما را فراموش نکنین همیشه وقت یاد ما کنین وقت خوش برای شما خداحافظ لالا خان چی پیام چی گفتنی برای مردم ما داری؟ من یک گفتنی دارم همین خانداری مکان ما شما آرامی باید خلوتی باید
کل مردم یک غریب مسکین بیچاره هر کی یک دست مردم باید فدر شما یا شما دست خبری هم یک دیگه پرتیم دیدی اسلامی به وطن ما شما باید خوشبختی باید میگم انسان هیچ وقت نیک بخت نباشه دیگه نباشه دست ما شما هیچ وقت که فرار نباشه دیگه کنم فری ندارم دیگه قربان الله لکن خوش آرام و سربلند باشید زنده باشید. خب دوستان عزیزم این بود گزارش ما از کوچه کافرشی کابل جمعه بازار. دوستان عزیزم تا گزارش بعدی که بنده محمد نعیم امینی در خدمت شما عزیزان هستم. الله یار و نگهدار همه شما عزیزان باشید.